Hello. I'd like to show you guys 30 seconds of the best day of my life. الکس هانولد، مردی که ترس را فتح کرد. لحظه‌ای را تصور کن که روی دیواره‌ای عمودی وایسادی، 900 متر بالاتر از زمین. هیچ طنابی، هیچ کمربند ایمنی و هیچ راه برگشتی نیست. فقط تویی و سنگی که زیر دستات حس می‌کنی. یه اشتباه کوچیک مساویه با مرگ. قلبت تون تون میتپه و عرق از پیشونیت جاری میشه. اما نه، اگر الکس هانولد باشی حتی تو این لحظه هم آرامش خودتو حفظ میکنی. چطور یه انسان میتونه تو شرایطی که برای همه مرگباره اینقدر خونسرد باشه؟ این راز هانولده، مردی که نه تنها قوانین طبیعت بلکه قوانین ذهن و ترس رو هم به چالش کشیده. یک کودکی که همیشه در حال بالا رفتن بود. الکس هانولد در 17 آگوست 1985 در کالیفرنیا به دنیا آمد. خانواده اون اهل ورزش‌های پرهیجان نبودن، اما خودش از بچگی حس عجیبی نسبت به ارتفاع داشت. وقتی بچه‌های دیگه تو حیاط بازی می‌کردن، اون از دیوارها و نرده‌ها بالا می‌رفت. انگار جاذبه براش بی‌معنی بود. وقتی 10 سالش شد، برای اولین بار به یه سالن سنگ‌نوردی رفت. از همون روز اول استعدادش مشخص بود. انگار بدنش برای بالا رفتن ساخته شده بود. حرکتاش دقیق، سریع و بی‌نقص بود. اون ساعتهای زیادی تو سالن میگذروند و طولی نکشید که یکی از بهترینای شهر شد. اما یه چیزی در مورد اون متفاوت بود. اون دوست نداشت از طناب استفاده کنه، در حالی که بقیه با طناب و تجهیزات تمرین میکردن. الکس بیشتر از همه جذب صعود آزاد یا همون فری سولو شده بود. روشی که توی اون هیچ محافظتی وجود نداره. کوچکترین اشتباهی میتونه پایان زندگی باشه. دو، اولین قدم‌ها در دنیای صعود آزاد. الکس وقتی به دانشگاه رفت خیلی زود فهمید که دنیای دانشگاهی براش هیچ جذابیتی نداره. بعد از 1 سال تحصیل درس رو رها کرد و زندگیشو کاملاً وقف سنگ‌نوردی کرد. اون برای پسنداز هزینه‌هاش توی یه ون زندگی می‌کرد و بیشتر وقتش رو توی طبیعت می‌گذروند. اولین شاهکار بزرگش تو سال 2008 اتفاق افتاد. صعود بدون طناب از مسیر مونلایت باترس در یوتا. این دیواره 300 متری یکی از سخت‌ترین مسیرهای صعود بود و حتی حرفه‌ای‌ها هم با طناب ازش وحشت داشتن. اما الکس تو کمتر از 3 ساعت بدون هیچ طنابی از اون بالا رفت. 3. ال کاپیتان. ال کاپیتان که یکی از معروفترین دیواره‌های صخره‌ای دنیاست، برای سالها هدف نهایی الکس بود. این صخره 900 متر ارتفاع داره و صعود از اون حتی با طناب هم سخت و خطرناک. تو سال 2016 هانولد تصمیم گرفت بزرگترین چالش زندگیشو انجام بده. صعود آزاد از دیواره 900 متری ال کاپیتان در پارک ملی یوسمیتی. الکس ماه‌ها برای این صعود تمرین کرد. اون مسیر رو بارها و بارها با طناب تمرین کرد. کوچکترین جزئیات رو به خاطر سپرد. حتی میدونست که کدوم گیره سنگ بهتره و چطور باید هر حرکت رو انجام بده. اون ماه‌ها تمرین کرده بود. اما درست روز صعود اتفاقی افتاد که برای خودش هم غیر منتظره بود. اون ناگهان دچار شوک شد. وسط راه دستش روی یه گیره لغزید. بدنش لرزید. اون که همیشه خونسرد بود
برای اولین بار احساس کرد شاید آماده نباشه. اون لحظه تصمیم گرفت ادامه نده. با پایین اومدن از صخره برای اولین بار تو زندگیش با شکست روبرو شد. اما این پایان نبود. اون 1 سال دیگه تمرین کرد و در 3 ژوئن 2017 بازگشت. خورشید تازه از افق یوسمیتی بالا اومده بود. آسمون آبی بود، بدون هیچ ابری. دره با شکوه در سکوتی سنگین فرو رفته بود. اما تو دل این آرامش لحظاتی در حال رقم خوردن بود که میتونست به یکی از بزرگترین پیروزی‌های تاریخ یا یک تراژدی جبران ناپذیر ختم بشه. الکس هانولد با پیراهن قرمز رنگ همیشگیش کنار دیواره 900 متری ال کاپیتان ایستاده بود. نگاهی به بالا کرد. مسیری که قرار بود اونو به جاودانگی برسونه از دل سنگی سخت و بیرحم میگذشت. اما این فقط یک صعود نبود، این یک دوئل با مرگ بود. هانولد بدون تنها با هیچ گونه وسیله ایمنی قصد داشت مسیر فری رایدر رو که صخره‌نوردای حرفه‌ای با تجهیزات کامل هم با ترس صعود می‌کردن تو کمتر از 4 ساعت فتح کنه. تا قبل از اون هیچ انسانی در تاریخ یه همچین کاری نکرده بود. اون یه بار در سال 2016 تلاش کرده بود و شکست خورده بود. اما امروز این مسیر، این سنگ و این ارتفاع قرار نبود اونو متوقف کنه. هانولد دستاشو به پودر منیزیم آغشته کرد. این پودر رو صخره‌نوردا برای افزایش استکاک و جلوگیری از تعریق به دستشون میزنن. چشماشو بست. نفس عمیقی کشید. بعد انگشتاشو روی اولین گیره گذاشت و بالا رفت. یک اشتباه، فقط یک اشتباه کوچیک کافی بود تا همه چیز تموم شه. اما تو ذهن هانولد ترس جایی نداشت. هر حرکتی رو هزاران بار تو ذهنش شبیه سازی کرده بود. اون هر مسیر، هر شکاف و هر گیره سنگی رو از قبل در ذهنش مرور کرده بود. 50 متر، 100 متر، 200 متر. پاهاش با دقت روی برآمدگی‌های کوچیک قرار می‌گرفتن. انگشتاش با ظرافت تو شکاف‌های باریک فرو می‌رفتن. اون بالا می‌رفت، آروم و بی هیچ تردیدی. تو ارتفاع 500 متری اولین چالش واقعی فرا رسید. تراورس بایفور جاییه که صخره‌نورد باید از یه شکاف خیلی باریک عبور کنه، در حالی که هیچ تکیه‌گاهی برای پاهاش نداره. اینجا بود که همه چیز میتونست تموم شه. هانولد باید با فشار نوک انگشتاش تمام وزنش رو روی سطحی صاف نگه می‌داشت، بعد با حرکتی ناگهانی خودش رو به شکاف بعدی پرتاب می‌کرد. اگه اشتباه می‌کرد، سقوطی 500 متری انتظارش رو می‌کشید. همه چیز متوقف شد. سکوت مطلق. حتی پرنده ها هم انگار نفسشون رو حبس کرده بودن. 1 2 3 پرید. لحظه ای تو هوا معلق موند. دستاش به سمت شکاف جدید دراز شد. چنگ زد. گرفت. محکم شد. نفسها آزاد شد. اون عبور کرده بود. اما هنوز مسیر زیادی باقی مونده بود. آخرین بخش مسیر، ارتفاع 800 متری، جایی بود که دیگه هیچ بازگشتی وجود نداشت. آفتاب تند روی سنگ‌های ال کاپیتان میتابید. عرق از پیشانی هانولد میچکید. اما چشاش هنوز همون آرامشو داشت. 850 متر، 870 متر، 890 متر. هانولد به لبه نهایی رسید. جایی که تنها یه حرکت دیگه کافی بود تا اون اولین انسان تاریخ شه که این دیواره مرگو بدون تناب صعود کرده. آخرین گیره، آخرین کشش. 898،
899 و تمام. هنولد پاهاشو روی سطح صاف قله گذاشت. خورشید پشت سرش می‌درخشید. باد تو موهاش پیچید. 3 ساعت و 57 دقیقه. اون کاری رو انجام داده بود که یه روز غیر ممکن به نظر می‌رسید. لبخند زد، اما این لبخند یک مرد فاتح نبود، بلکه لبخند کسی بود که خودشو، مغزشو، ترسشو و تمام قوانین طبیعت رو شکست داده بود. اون از مرگ عبور کرده بود و زنده مونده بود. این صعود به قدری غیر ممکن به نظر می رسید که مستندی دربارش ساخته شد. فری سولو که در سال 2018 برنده جایزه اسکار شد. 4. تغییر مسیر. تو سال 2015 هنولد با سانی آشنا شد، زنی که خودش هم عاشق ماجراجویی بود. برخلاف انتظار این رابطه باعث شد اون کمی از صعودهای مرگبار فاصله بگیره. تو سال 2020 ازدواج کردن و تو سال 2022 صاحب یه دختر به نام جون شدن. پدر شدن دیدگاه هنولد رو تغییر داد. اون هنوز صعود میکنه، اما حالا کمتر ریسک میکنه. شاید برای اولین بار تو زندگی چیزی پیدا کرده که باعث شه از مرگ بترسه. 5. چرا الکس از ارتفاع نمی ترسه؟ تو سال 2016 گروهی از دانشمندای دانشگاه کالیفرنیا تصمیم گرفتن آمیگدال مغز هنولد رو بررسی کنن، بخشی که مسئول پردازش ترسه. نتیجه آزمایش حیرت انگیز بود. آمیگدال مغز اون تقریباً هیچ فعالیتی نداشت، در حالی که یه فرد عادی در مواجهه با خطر دچار ترس و اضطراب میشه، ولی مغز هنولد واکنشی نشون نمیداد. برای اون ایستادن روی لبه مرگ مثل راه رفتن توی خیابون بود. اما خودش نظر دیگه‌ای داشت. اون میگفت ترس چیزی نیست که از اول در تو نباشه، بلکه چیزیه که میتونی اونو کنترل کنی. وقتی هزاران بار روی یه مسیر تمرین کرده باشی دیگه جایی برای ترس باقی نمیمونه. اما آیا اون به مرگ فکر میکنه؟ یکی از سوالهایی که همیشه از الکس پرسیده میشه اینه که آیا به مرگ فکر میکنه؟ اون در جواب میگه وقتی در حال صعود هستم به مرگ فکر نمی کنم، چون ذهنم کاملا درگیر حرکاتمه. اما همیشه میدونم که اگه اشتباه کنم همه چی تموم میشه. تفاوت اینجاست که من اونقدر تمرین کردم که دیگه اشتباه نمی کنم. شیش، قطب شمال. مستند صعود قطب شمال با الکس هنولد تو سال 2024 منتشر شد و به ماجراجویی‌های این صخره‌نورد مشهور در مناطق سردسیر و چالش برانگیز قطب شمال می‌پردازه. توی این مستند هنولد به همراه یک تیم از ماجراجوها و متخصصا به جنگل ملی تونگاس در آلاسکا سفر می‌کنه تا صعودی بی‌نظیر رو تجربه کنه. اسم صخره‌ای که الکس هنولد در مستند صعود قطب شمال از اون بالا رفت میکورتیلاگ بود. میکورتیلاگ یه دیواره سنگی عظیم و بکر تو منطقه قطب شماله که تا قبل از این هیچ صعود مستندی روی اون انجام نشده. این صخره به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و شرایط آب و هوایی فوق‌العاده سختش یکی از چالش برانگیزترین مسیرهایی بود که هنولد تا حالا با اون مواجه شده. میکورتیلاگ صخره با حدود 900 متر ارتفاع که با برف و یخ پوشیده شده و سطحی لغزنده و شکننده داره. 7. صعود قطب شمال. مرزهای ترس و اراده. آسمان قطب شمال خاکستری بود. باد سرد از میان دره‌های یخزده عبور می‌کرد و مثل شلاق به صورتش می‌خورد. الکس ایستاده بود. دستهاش تو جیب کاپشن زخیم فرو رفته و چشماش به دیواره یخی پیش رو دوخته شده بود. اینجا تو یکی از ناشناخته‌ترین و خشن‌ترین مناطق زمین. اون قصد داشت کاری کنه که حتی برای خودش هم دیوونگی به نظر می‌رسید. صعودی آزاد، بی سابقه از یک دیواره بکر در قلب قطب شمال. همراه تیمی از ماجراجوها و دانشمندا هنولد وارد منطقه تونگاس آلاسکا شد. جایی که دیوارهای صخره‌ای دست نخورده، دره‌های یخزده و شرایط جوی غیرقابل پیش‌بینی
صعود رو به یک کابوس تبدیل میکرد. این بار اون نه تنها با ارتفاع بلکه با دمای زیر صفر، طوفان‌های ناگهانی و خطرات ناشناخته دست و پنجه نرم میکرد. این فرق داره. این فکری بود که لحظه‌ای از ذهن هنولد خارج نمیشد. صعود آزاد در الکاپیتان هم مرگبار بود، اما حداقل میدونست با چه چیزی روبروه. اینجا اما اون تو قلمروی ناشناخته بود، جایی که حتی یه اشتباه کوچیک هم میتونست به یخزدگی، سقوط یا مرگ در طوفان ختم شه. آیا این بار اشتباه کرده بود؟ آیا قطب شمال جای مناسبی برای این ماجراجویی؟ اون در برابر دیواره عظیم یخی ایستاده بود. ارتفاع اون بیشتر از 900 متر بود و سطحش پوشیده از برف و یخ. با هر قدم خطر سقوط یا شکستن تکه‌های یخ وجود داشت. تو این دمای پایین بدنش به سرعت انرژی از دست میداد و از همه بدتر آب و هوا غیر قابل پیش بینی بود. لحظه تصمیم، اولین گیره، اولین قدم. تنها راه این بود که بالا بره. با یه نفس عمیق انگشتاشو روی سطح سرد و یخی گذاشت. حس یخ از طریق پوست به استخوان‌هاش نفوذ کرد. اون باید سریع حرکت میکرد. تو این دما بی حرکتی مساوی با مرگه. 1 متر، 2 متر، 5 متر. هوا سنگین‌تر شده بود. ابرهای تیره تو آسمون ظاهر شدن. طوفان تو راهه. اگه تو میونه صعود گرفتار طوفان میشد، هیچ راه برگشتی نبود. اما آیا میتونست به پایین برگرده؟ نه. اون باید ادامه میداد. لحظه بحرانی، طوفان، یخ و سقوطی که نزدیک بود. 500 متر از سطح زمین فاصله داشت. باد شدت گرفته بود و هر لحظه امکان داشت برف و یخ سست از دیواره جدا بشه و اونو همراه خودش پایین بکشه. و بعد صدای مهیبی از بالای سرش بلند شد. هنولد به بالا نگاه کرد و دید یه تکه یخ عظیم در حال شکستنه. حرکت کن، همین حالا. با سرعتی غیر قابل تصور هنولد پاش رو روی یکی از برآمدگی‌ها گذاشت و دستاشو تو شکافی فرو برد و خودشو بالا کشید. درست تو لحظه‌ای که اون از جای قبلیش فاصله گرفت، تکه یخی به اندازه یه ماشین دقیقاً در همونجا سقوط کرد. 1 ثانیه دیرتر و همه چیز تموم شده بود. هشت، اوج پیروزی، رسیدن به قله. هوای سرد، برف و ترس از طوفان هنوز هم وجود داشت. اما هنولد میدونست که اگه اینجا دووم آورده پس میتونه تا قله هم بره. آخرین شکاف، آخرین گیره یخی، آخرین کشش عضلات خستش و تمام. هنولد بالای قله ایستاد. قطب شمال زیر پاش گسترده بود. هیچ انسانی تا حالا از این دیواره صعود نکرده بود. باد توی موهاش پیچید. سرما نفوذ کرده بود توی عمق وجودش. اما اون زنده مونده بود. یه بار دیگه الکس هنولد ترس رو شکست داده بود. گسست تجربه احساس واقعی نبودن یا تجربه خود از بیرونه. شاید همه این آدم‌ها که روایتشون میکنیم ما هستیم. پادکست گسست محصولی از خانه فرهنگ و خلاقیت گوشه است. برای اینکه در جریان دیگر فعالیت‌های ما و اپیزودهای بعدی قرار بگیرین، پیج اینستاگرام گوشه به آدرس گوشه.house رو یه گوشه از اینستاگرامتون داشته باشین.